روز 15 نوامبر سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف خبر داد که بختیار اسماعیلوف مشاور پرزیدنت اوید به هماهنگ ساختن فعالیت مقامات حفظ حقوق و نظارتی تعیین شده است. از سال 2018 این مقام را گنرال رستم اینویتوف زاده دهه پشخورد نویه شیراباد ولایت با تاجیکستان همسایه و اکثر اهالیش تاجیک زبان سرخندریا و متخصص زبان فارسی که یکی از پرنفوذترین شخصان در ازبکستان پس از شوروی به شمار میرفت در دستش داشت. رستم اینویتوف که حالا 77 سال دارد، از سال 1995 تا 2018 رئیس اسمب یا خدمات امنیت ملی ازبکستان، یکی از اداره های از همه بسته و ترسوفر این جمهوری آسیای مرکزی بود و بسیاری ها تعقیبات شدید سراسری دوران پرزیدنتی اسلام کریموف را به نام او رقم میزنند. شفقت میرزیوف که بعد مرگ کریموف به قدرت رسید، تنها بعد 1.5 سال ریاستش در اول سال 2018 توانست گنرال اینویتوف را از مقام رهبر اسمب برکنار و به منصب مشاور پرزیدنت بدرقه کند و فقط بعد آن با دل پرتر و بدون تشویش و نگرانی برنامه اصلاحاتش را در ازبکستان آزادانه تر عملی گرداند. سبب برکناری رستم اینویتوف هنوز روشن نیست، ولی رفتن او میتواند همچون نقطه تمد دوران تلقی شود که در ازبکستان بدون اجازه این گنرال و زیردستانش به قول معروف حتی پشه هم پر نمیزد. رستم اینویتوف 29 ایون سال 1944 در دهه پشخورد نویه شیراباد ولایت سرخندریا در جنوب ازبکستان به دنیا آمده. سال 1968 رشته زبان فارسی دانشگاه تاشکند را ختم کرده است. او به 4 زبان ازبکی، فارسی، روسی و انگلیسی بلد بوده. بعد ختم دانشگاه به خدمت حربی رفته و هنگام خدمت به کار به کگب دعوت شد. او از سال 1976 یعنی هنوز تا هجوم اتحاد شوروی به افغانستان تا سال 1981 در سفارت شوروی در کابل به حیث گویا دیپلمات کار میکرد، ولی در اصل گماشته کگب در این سفارت بوده است. رستم اینویتوف بعد مستقل شدن ازبکستان معاون رئیس اسمب تعیین شد و سال 1995 در رهبری این اداره غلام علیوف را عوض کرد. رادیوی آزادلیک می نویسد بنا به برخی معلومات اسلام کریموف به رستم اینویتوف در پی عملیات ویژه برای بازداشت شورتالله ناصروف رهبر پرنفوذ یک گروه جنایتی که کارش دزدی ماشینا بود توجه کرد. اینویتوف سال 1996 رتبه گنرال لیتنانت و سال 1999 بعد ترکش‌های تاشکند که به موج نو تعقیبات عمومی در ازبکستان آغاز گذاشت رتبه گنرال پلکوونیک گرفت. زینالدین اسکروف یکی از افراد متهم به ترکش‌های تاشکند ادعا داشت که این ترکش‌ها را خود اسمب تشکیل کرد تا برای تعقیبات سراسری و تحکیم رژیم خودکامه کریموف بهانه شود. رستم اینویتوف از سال 1999 تا 2020 رهبر فدراسیون تنیس ازبکستان را هم به دوش داشت و حتی یک مسابقه بین المللی تنیس جام پرزیدنت ازبکستان را با $5 میلیون جایزه هم تشکیل کرده بود. اینویتوف بعد سرکوب اعتراضهای اندیجان در ماه می سال 2005 همراه با وزیر کارهای داخلی و دفاع ازبکستان زاکیر الماتوف و قادر غلاموف برای نقششان در قتل اعتراضگران تحت تحریمات اتحاد اروپا قرار گرفته بود. اینویتوف 31 ژانویه سال 2018 بعد 23 سال رهبری بر خدمات امنیت ملی ازبکستان با فرمان پرزیدنت میرزیوف از این مقام برکنار گردید، ولی نفوذ او به حدی بود که حتی بعد برکناریش برای پاره به حاشیه راندن اینویتوف جرأت نکردند و وی بلافاصله مشاور پرزیدنت و عضو سنا شد.